آمدیم خدمت آقای حسن سعادت، یکی از هموطنان عزیز ما که با درست کردن یک سری کاردستی واقعا از طریق امرار معاش میکنن، برای خانوادهشان لقمانان حلال پیدا میکنن. جناب آقای حسن سعادت خوب هستین؟ الحمدلله. سلام علیکم، حال شما خوب است؟ صحتمند بخیر؟ سلامت بشین. دیگه برای بینندگان عزیز ما توضیح بدین که چی رقمی صنایع دستی را که شما در پیش گرفتین، چی رقمی را یاد گرفتین، چی دزدی در کار میره، به صورت توضیح بدین، با دیگه انشاءالله سوالات شما میپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خدمت همه بینندگان محترم شما. همین صنعت دستی را که ما خواستیم که یاد بگیریم در اول زمستان، چون ما در بهار سال که هست مشغول مکتب و مثلا بچه ها و شاگرده و اینا هستیم. در زمستان بیکار بودیم. یکی از دوستای ما به نام حکیم جمسای در زمستان تصمیم گرفتن که صنایع دستی را خودش یاد گرفته بود، برای از من به عنوان استاد تعلیم کرد و یاد داد و دیگه شروع کردیم. در قسمت اول ما 2000 افغانی را مهره و مثلا از تار گرفتیم. این تار که است 10 حلقه است، 10 حلقه از 100 افغانی قیمت داره. یعنی حلقه های تارش نمبر 16 میگیره. درست. یعنی 10 حلقه از 100 افغانی قیمت داره و در این صنعت مربافی که ما روی دست گرفتیم چند قسم، 3 قسم مهره به 3 رنگ مختلف مهره به کار میره که مثلا یکی از رنگ های از این سرخ اناری است که به شکل دانه انار بسیار زیبا نمایش میده و دیگر رنگ از یکی است رنگ سفید است، رنگ سفید و رنگ دیگه هم رنگ سیاه. در 3 رنگ ما میخواهیم از این چیزا استفاده میکنیم. و در قدم اول که ما تصمیم گرفتم مثلا صنعت مربافی را آغاز کردیم، اولین روزی که ما آغاز کردم این کاری که ما روی دست گرفتم میشه ایره بر ما یک پیشتر بیاری که کامرا نشان بده، روی زیر نشان بده رویش چه رقم طرحش. خب بسیار خوب، بسیار خیلی جالبه آقای سعادت. واقعا یعنی ظرافت از اینکه سعی میکنیم، واقعا خیلی تلاش داره، یعنی خیلی زحمت داره که شما رو درست کردین. این 3 روز گفتی وقت برده نه؟ آره، در طول 3 روز مثلا اولین بافت از ما امی دستکول بوده که اینمی را مثلا درست کردیم. خامخا زحمت داره و چیزی که مثلا وسایلی که در کار است ما باید شما توضیح بدیم که ما از امو سیمی که در اطراف کمپال است یعنی قسم یک سراخگرک میسازیم که اگر ما در بعضی موارد نشان دادم این تار 3 بار یا 4 بار از داخل از این مره که رد شود باز نیاز دزدی میکنه که این را باید یک راه دیگه هم باز کنیم که یک بار دیگه هم از داخل از این تار بگذره. به این لحاظ این سیم از اطراف کمپال این رقم یک چیز وسیله درست میکنیم. و دیگه در قسمتی از که تارها وقتی که به اتمام میرسه مثلا در آخر میرسه، یعنی توسط از این ناخنگیر مثلا وسیله است که این تارها را قطع میکنیم که مثلا تار دیگر را آغاز بکنیم از اونجا. این وقت تکمیل شد شما دیگه تارا اضافه چه میکنین از دور برش؟ آره، مثلا آخر تار مثلا میگیریم که 4 متر یا 5 متر از این تار مثلا که کار میگیریم. وقتی که آخر شد باز دم آخرا تار
محکم که میکنیم این ضرورت میشه که مثلا درست آره. شما او را بکشین یا مثلا اون قسمت های اضافیش آره قیزو اضافیش را مثلا برش کنیم. آره قطع میکنیم و دیگر طور دیگر در جایگزین از او که مثلا همونجور ساحه‌ای که تار ما تموم شده دیگر تار اضافه میکنیم هم در کار است اونجا که مثلا در قسم در وقتی که مثلا میخوایم از این حلقه از این جدا بکنیم هم این وسیله کار میشه مثلا درست قطع میکنیم یا کلش 10 حلقه یک جای است ولی حاضر جدا میکنیم. بعد از اون مثلا یک وسیله دیگر داریم که او رو باید کش بکنیم به خاطر از اینکه وقتی که کار میکنیم بریده نشود. خب درست چون یک مقدار کش شود که چی بریده نشود یعنی منتی نشود. بله بله دیگه یعنی وسایلی که کار گرفته میشه فقط این ساده یعنی یک ناخنگیره و یعنی سوراخ کرد. درست خب بسیار چیزای قشنگ اینجا درست کردین دیگه اینا را بر ما بر بینندگان عزیز توضیح بدین یکی یکی انشالله ما بتونیم حداقل بینندگان عزیزمون آشنا بشن و در خانه از بیکاری که اینا را درست بکنن. بعد از اینکه ما چند تا دستکول خواستیم درست کردیم 3 تا دستکول درست کردیم که بعد از این مثلا ما خواستیم که یک صنعت دستی دیگر که اینمی شیرنیدانی است. شیرنیدانی و اینمی مجمع یا پدنی سازی است. بله. که ما مثلا 13 بر 23 یک مجمع یا پدلوس می سازیم که در داخل از او مثلا 6 تا شیرنیدانی می سازیم که شیرنیدانیش یه است 6 دانه از این ساخته میشه. که بعد از او مثلا اینمی 13 بر 23 از ما اینمی 6 دانه گنجایش اینمی 6 دانه را داره که در داخل جابجا شد. میرم مثلا 1600 افغانی در فروش میرسانی میره اینمی 6 دانه شیرنیدانی و یک دانه پتنی سازی را. بسیار خوبه. در کل در 16 روز اینمی اولین صنعت از ما بود که در 16 روز اینمی پتنوس و اینمی چیزایشه شیرنیدانی رو ساختیم. خیلی جالب هم درست کردن آقای سعادت. واقعا نقش نگار یعنی چیزی مثل قلب درست کردن خیلی جالب است. واقعا زحمت زیاد کار داره. زحمت داره خب بازم دیگه آدم دستبافت خود که یک اندازه مثلا چی شود خب یک کاری مثلا سرگرمی که به وجود میاد در زمستان ما دیگه کار نداریم مثلا اینجا به این لحاظ مثلا باید این رنگ آمیزی زیر که چگونه رنگ آمیزی بکنیم و چه رقم طراحی بکنیم. در اولین مرحله مثلا میره استاد ما میرقم تعلیم دادن که 2 تا قلب میاد در داخل و در اطراف از مثلا یعنی نقش نگارا در سلیقه خود آدم میرسه که مثلا چی رنگایی را با چی رنگی میخوره باید درست بکنیم. ایره میتونیم میوه هم چیزا هم داخل از گذار استفاده کنه درسته میشه؟ آره مثلا داخل از این میتونه که خورما مثلا شیرنی و چیزا میوه‌دانی هم میشه درست کرد. دیگه میشه که یک گلی خیلی زیبا هم درست کرد. نظر در مثلا سلیقه و طرزی مثلا فکری که یک نفر در چی سلیقه در چی چیزی مثلا فکرش میگیره که یک چیز رو بیسازه. بسیار عالی است بسیار عالی است. دیگه چی درست کردین دیگه؟ چی فعلا نوآوری چی دارین؟ فعلا مثلا خواستیم که یک دانه پوش قرآن بسازیم. اینمی را تصمیم گرفتیم که میشه روی از زیر برای کامرا نشون. این پشتش هست دیگه. آره این پشت سرش هست. خب هنوز رویش هم جور کردین یا نه؟ نه تو هنوز ساخت است دیگه. خب بسیار عالیه بسیار عالی. خب طرح داخلش چه رقم بسیار عالیه. طرح داخلش هم خیلی خوب است دیگه.
خب در حال نیمهش هم در حال جور کردن دیگه. آره در حال ساختن است که این رقم میسازیم. مثلا طریق ساختن از هم قسمی میشه که در ابتدا می 4 دانه از این موره ها را میگیریم، بعد از او مثلا 3 تا موره کار میشه تا اینکه امی مسیر از این تا آخر. در مرحله دوم که راه دوم رو میخوای بری، دو دانه در ابتدا 3 دانه رو میگیری، بعد از او دو دانه رو میرخم تا آخر که مرسید 2 دانه آخر بر میگردد مثلا برعکس. بسیار تا مثلا از ابتدایشی 4 گرفته میشه، بعد از او قطار اول 3 دانه تا آخره، بعد از او در قطار دومش مثلا 2 دانه گرفته میشه، 2 دانه آخر میشه، بعد آخرش بعد از 2 دانه دیگه 3 دانه آخرش گرفته میشه. یک دانه رو میتونین برای بینندگان نشان بدین که چه رقم؟ حالا ما میخوایم که مثلا همی مسیر 2 دانگی از را بعد شما کار بکنیم که میخوام مثلا میگیریم در این تارش 2 دانه موره رو میگیریم این رقمی، مثلا موره اول وقتی رد کردیم موره دوم مثلا موره چه میدنیم این رقمی قایم بکنیم. موره دوم این رقمی قایم بکنیم. این رقمی مرحله کشیش ازی در اینجایی که مثلا دستکش که گرفتیم با خاطر ازی که دست ما را نبره اینجا آخرش باید این خوب سخت محکم کشیده شد. این رقمی دو طرف دست ما چی میشه که اگر خیلی دستکش نباشه ممکنه که دست اوگار کنه برش میکنه دست. یعنی هم یک چیز دیگه که این برای ما تجربه شد اینی بیش از حد نکشه چون کارش ممکن شد دغمش میمونه. درست، یعنی کار باید از نو باید شروع کنی دیگه. کاری که نو آغاز میکنی باید بسیار با احتیاط چی نشه، احتیاط شو که خیلی آدم در بسر کشت. بعد از اینکه مثلا 2 دانه با هم قید خورد این از دیگه شی وصل میشه. وصل کردی بازنی اینالی باید ماری دومی را یک وقت حلقش اینمی قدر چی کار داره اینان مثلا رخمی 2 تاره دینمی چه لاین ازی میگیریم، یکیش را آزاد و یکی دیگهش را قید میکنیم. این دیگه چی کردیم این دیگهش را برای ازی قید میکنیم. ما در زمستان فضل خدا فکر کو که 3 روزم مدتش نگذشته اینقدر مصروف بودیم دیگه در کار خود. بعض شبا که مثلا اون قدر شوق داشتیم در ابتدا که یک شب تا صبح که مثلا ما یک تخت ازیره کاملا کار کرده بودم دیگه اصلا خوابم احساس خواب. یعنی از این کارتون لذت میبرین دیگه. لذت میبرم وقتی یک چیز بیسازد بعد از او انگیزه پیدا میکنه که با چیزهای بهتری را بسیار خب غیر از دیگه چی نمونه‌ای درست کردن شما دیگه غیر از این پوش؟ غیر از این مقصد آینده ها تصمیم داریم که زیورات دانی بسازیم دیگه، قاشق دانی بسازیم، یعنی قلم دانی بسازیم. بسیار عالی. چیزها را مقصد آینده ها چی داریم بخیر کار بکنیم. خب بسیار عالی. یک دستکوله که دیگه هم که اینجا دیدم میشه شما ساختین؟ این دستکول قلبی میگه که ما بسیار مثلا به شکل قلب یک دستکول ساختیم که ایره مثلا
هم مثل آزمونا اونم رقمی کار میشه. این برادر اینی که هست دروازهش هست. درست. مثلا میتونه وسایل خود داخل از بکنه، دروازهش بسته میشه. داخل از این بمونه. بله. یعنی بعد از این یک چیشه رقمی بسته میشه. بسته میشه. بعد از یعنی که دروازهش برآمدگی داره که باز میکنه. بسیار عالی، خیلی جالب. یعنی یک قسم دیگه هم دیسکاول ساختیم. او که هست هم به شکل چارشنگ هست، به شکل ازی هست. مثلا خیلی کلان هست. مثلا در روی ازی جای تلفن ساختیم. خب برای فعلا پیشتان نیست که سودا کردن حتما. آره فروختیم. درست. فروختیم. مثلا یعنی پیش روی ازی جای تلفن این کلان ساخته میشه. پیش رویش جای تلفن من میخوام چی هست دیگه. خیلی عالی است. ما او رو فروختیم. درست. بسیار عالی است. بسیار عالی است. این گفتی نقش هست دیگه. نقش که استفاده میشه. حلقه‌ای هست که مثلا در یک نمیزی پتنوس و مثلا 6 دانه چیز ازی 3 حلقه نمیزی در کار هست. که قلبی کار مهره است و 3 رقم مهره داریم. تقریبا 4 رقم ازی ساز میشه. 4 رقم مثلا فعلا مهره یک کار گرفتیم که پشت قرآن میسازیم دیگه. یعنی 3 قسم در کل زیادتر 3 قسم کار گرفته میشه. در اینجا که هست 2 قسم مهره در کار رفته. قلب دیسکاول قلبی دنزی دیگه شی 3-4 رقم مهره. هر رقم که زیادتر مهره در کار بره معمولا قیمتش فرق میکنه. آره مهره مثلا اینولی کم زیاد میشه. مهره مثلا اینولی از این اضافه میکنه، مثلا از دیگه اضافه میکنه، باز اون 3-4 قسم یک چیز میخوایی درست. خب بسیار عالی، بسیار عالی. بسیار عالی. بینندگان ارجمند واقعا کاری پر زحمتی است. آقای سعادت خیلی زحمت میکشه، در چیزای جالبی درست میکنه. ان شاء الله ما بعدا هم یک چیزای خوب که درست کرد باز مزاحمشان میشیم. دیگه کدام گفتنی برای بینندگان داشته باشیم، برای عزیزانی که واقعا میگه کار نیست، زمستان ها ما بیکار هستیم، چی پیام داریم؟ همه دوستا و بینندگان محترم تقاضای از مایی است که در زمستان میگه کار نیستن. برادر ما میکنیم رقمی زمستان کار نداشتیم. برادر آدم بخواهی که یک سرگرمی یک حرفه برای خود درست بکنه، یعنی با 2000 افغانی آغاز ازی میشه. یعنی میتونید در طول زمستان مثلا 4000 افغانی مصرف کنی و بهترین چیزا را تولید بکنی. یک انگیزه برید ایجاد میشه، یک برادر ذهن انسان مصروف میشه، بسیار آرامش پیدا میکنی و در یک چیزی که خودت بسازی واقعا لذت میبری که مثلا بیشتر از چیزها را مثلا طرحهایی را خودت مثلا با سلیقه خود مثلا چی بکنی، برنامه ریزی بکنی، طراحی بکنی، نقشه بکشی، نقشه ریزی بکنی، مثلا چیزهای بهتر و خوبتری را بسازی. آدم یک چیزی که خود آدم میسازه واقعا لذت میبره. واقعا دو چی داره به این لحاظ به همه کسایی که مثلا بیکار هستن رنج میبرن، از بیکاری رنج میبرن. یعنی یک سرگرمی است، یک مصروفیت است که آدم مثلا از لحاظ فکری، از لحاظ مثلا همه چیز درگیری مثلا خب ناهنجاری ها میشه وقتی کار نباشه. مثلا این به خاطر از اینکه خود مصروف نگاه بکنه، مثلا خود در کار بندازه. ما تقاضای ما از دوستا و از کسایی که بیکار هستند این است که فکر خود در کار بندازه و یک صنعت را راه اندازی بکنه. تشکر از شما آقای سعادت عزیز از اینکه وقت را در اختیار ما قرار دادین. دیگه تشکر از شما. دیگه از شما خداحافظی میکنم. وقت شما خوش و خدا نگهدار شما. خدا حافظ و سلامت باشید ان شاء الله.